با سلام به شما که صحبت‌های منو میشنوید و تصاویر رو میبینید. عنوان این صحبت‌ها هست مبارزه و همبستگی و موضوع اون در ارتباط با مبارزات معلمان در ایران در بیش از 2 دهه و در ارتباط با دینامیزم و سیر مبارزات معلمان هست. در واقع من از منظر تحلیل اجتماعی به تاریخ بیش از 2 دهه مبارزات معلمان ایران نگاه کردم و در اینجا در موردش با شما صحبت خواهم کرد. اسم من هست مزدک آذر، پژوهشگر و فعال اجتماعی. و ذکر این نکته ضروری است که نظراتی که اینجا ارائه میکنم نظرات شخصی من هست و به نمایندگی از هیچ نهاد، ارگان، سازمان، حزب یا سازمان یا فرد دیگری نیست و صرفاً محصول تجارب شخصی من و پژوهش هایی است که در این حوزه انجام دادم. و این سخنرانی در اصل به زبان انگلیسی در شهر استکهلم و به دعوت اتحادیه معلمان سوئد واحد سومریبری انجام شد که تصمیم گرفتم نسخه فارسی اون رو هم ارائه بدم. با هم این بحث رو میشنویم و اگر احساس کردید که این بحث مفیدی است میتونید اون رو با دیگر دوستان و همکاران خودتون اشتراک کنید. خب به این نگاه بکنیم که اول چه انتظاری از این بحث هست و چه مواردی رو شما خواهید شنید. در ابتدا پیش زمینه و ساختار سیاسی اقتصادی در ایران رو در چند دهه گذشته یک نگاه مختصری می‌کنیم. اطلاعات کلی خواهیم داد در ارتباط با معلمان ایران، وضعیت کار و معیشتشون و علت و مطالبات مبارزات معلمان ایران در این بیش از 2 دهه به صورت مشخص چیست و آیا این مبارزه صرفا یک مبارزه اقتصادی مثلا فقط برای دستمزد بوده یا معلمان مطالبات دیگری رو هم داشتن و دارن. تشکل‌های معلمان کدومن، چه ساختار تشکل‌هایی رو دنبال میکنن و چه شیوهی از تشکلیابی و سازمانیابی رو دنبال میکنن. این تشکلیابی و سازمانیابی مطابق کدوم قوانین بین‌المللی و داخلی کاملا قانونی محسوب میشه و معلمان چطور امر مبارزه خودشون رو پیش بردن، چه تطورات و تفاوت‌هایی در سیر مبارزاتشون داشتن و دینامیزم و تغییرات این مبارزه معلمان چیا هستن. و در انتهای بحث اشاره خواهم کرد به اینکه تأثیر مبارزات معلمان اولا بر آگاهی و سطح مبارزه و سازماندهی و آگاهی طبقاتی خودشون چه بوده و اینکه مهمتر از این که بر دیگر اقشار اجتماعی و مشخصا نسل جدید چه تأثیراتی گذاشتند. ابتدا یه نگاه کوتاهی بکنیم که میدونیم ایران در سال 57 از حاکمیت سیستم پهلوی به جمهوری اسلامی تغییر ساختار سیاسی داده شد. محمد رضا پهلوی که شاه ایران بود در 26 دی ماه به مصر فرار کرد و در چند هفته بعدش در 12 بهمن 57 روح الله خمینی با هواپیمای فرانسه به تهران اومد و ما میدونیم که دیگه در بهار 58 حکومتی به نام جمهوری اسلامی ایران رو تثبیت کردند. یه مقایسه خیلی کلی اگه بخوایم بکنیم، نظام پهلوی یک نظام پادشاهی تمامیت خواه تک حزبی بود با سرکوب مخالفان و جمهوری اسلامی به جای پادشاه حاکمیت ولایت فقیه داشت، باز تمامیت خواه، اول تک حزبی بود ولی بعد سپس انحصار قدرت در دست دو جناح سیاسی در اون حاکمیتی، مثلا اصولگرایان و با نام اصولگرایان و اصلاح طلبان بود و در واقع ساختار کاملا مشابهی است، با این تفاوت که در حکومت جمهوری اسلامی مسئله مذهب بسیار پررنگتر از دوره پهلوی بود، در دوره پهلوی هم مذهب در کنار در واقع ناسیونالیسم ایرانی مرکزگرای فارسگرا یکی از ارکان اصلی در واقع اون نظام بود. به لحاظ اقتصادی دوره پهلوی مشخصا در دهه نهاییش تبدیل شده به یک اقتصاد سرمایه‌داری لیبرالی با وجوهی از توزیع برخی نیازهای مادی که شکاف طبقاتی، فقر، فساد و اختلاس در این سیستم بسیار رایج بود. در دوره جمهوری اسلامی مشخصا از دوره جنگ به بعد یک تقریبا اقتصاد لیبرالی با توزیع مایحتاج در دوره جنگ به سوی اقتصاد نولیبرالی حرکت کرد، مشخصا بعد از جنگ از دوره رفسنجانی و مواردی مثل خصوصی سازی، مقررات زدایی و کاهش خدمات عمومی رایگان، سیاست ریاضت اقتصادی، حذف یارانه‌ها، شرکت‌های پیمانکاری، عدم امنیت شغلی به طور گسترده اجرا شد. شکاف طبقاتی عمیق‌تر شد، فقر و فساد، اختلاس، گرانی به شدت رو به افزایش گذاشت. همطور نهادهایی مثل سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، اوقاف و امثال هم دست بالا رو گرفتن. شما میتونید بعداً برگردید، چون بخشی از این صحبتایی که من میکنم اینجا به صورت نوشته هم هست، بعداً میتونید اگر جزئیات بیشتری رو خواستید، مثلا اینجا من همه جزئیات رو بهش اشاره نمیکنم، بعداً میتونید برگردید و بخونید خودتون مستقلاً. پس من خیلی گذرا به مهمترین نکات اشاره میکنم.
میتونیم بگیم به صورت خلاصه از یک نظام دیکتاتوری به یک نظام دیکتاتوری دیگر از در سال 57 و 58 ایران تغییر شکل داد، ولی ماهیت نظام، هر دو نظام همون یک ماهیت بود با تفاوت‌های در واقع در شدت و حدت در واقع مذهبی بودن. میتونیم بگیم که بر متن نارضایتی عمومی مردم در سال 56 57 با فشار عوامل در واقع بین المللی و خارجی مثل دولت‌های غربی که می‌خواستن اگر شاه داره میره نیروهای دیگری مثل مستقل و چپ و اینا دست بالا رو نگیرن، اونا از نیروهای مذهبی حمایت کردن، از خمینی و یارانش حمایت کردن و همچنین مشخصا در داخل کشور ساواک آغاز به در واقع تسلیم شدن به نوعی و یا حتی همکاری کرد. رئیس ساواک با یاران خمینی توافق کرد و ارتش رو هم در واقع با میانجیگری غرب و مشخصا آمریکا به نفع مذهبیون در واقع تسلیم کردن و در واقع نظام جمهوری اسلامی به این شکل تونست خودش رو جای نظام پهلوی بنشونه. ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی ایران امری است که خیلی واردش نمیشیم، فقط خیلی اشاره گذرایی خواهیم کرد. میدونیم که رئیس قوه قضاییه توسط رهبر تعیین میشه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر منصوب میشن، شورای نگهبان از 6 نفرش رو در واقع رهبر تعیین میکنه، 6 نفرش هم رئیس قوه قضاییه که رهبر تاییدش کرده و تعیینش کرده. مجلسی‌ها خودشون توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت میشن که توسط رهبر انتخاب شده خود همون شورای نگهبان. خبرگان توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت میشن که خود همون شورای نگهبان توسط رهبر انتخاب شدن. رئیس جمهور توسط شورای نگهبان و نمایندگان مجلس توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت میشن که خود همون هم توسط رهبر تعیین شده و همینطور رئیس قوای مسلح توسط رهبر تعیین میشه. به عبارتی یک سیستم هرمی دقیقاً شبیه در واقع دوره پهلوی یک سیستم هرمی دارید که رهبر در رأس است و تمام تصمیم‌ها رو میگیره و بدنه نظام در واقع بیشتر حالت اجرایی رو داره. برگردیم به موضوع بحثمون. ایران حدود 84.1 میلیون نفر یعنی 84,100,000 نفر جمعیت داره که از این میزان 1.1 میلیون معلم و کارمندای آموزش پرورش هستن. از این تعداد 52% زن هستن و حدود 16.2 میلیون دانش آموز داریم که حدود 48% دختره و حدود 14% از این محصلات در مدارس غیر دولتی تحصیل میکنن، مشخصا و بیشتر در مدارس که خصوصی سازی شده. برخی مقامات ادعا کردن که حدود 600,000 دانش آموز از چرخه آموزش باز موندن به دلیل مثلا نداشتن اینترنت، فقر، دسترسی نداشتن یا دور بودن مدارس یا اصولا مدارس کپری یا مسائل امثال اون. اما اگر به خود آماری که برخی از خود همین مسئولین دادن دقت بکنیم، جاهای اشاره کردن که چیزی حدود حداقل 2 میلیون دانش آموز از چرخه تحصیل باز موندن. یه نگاهی بکنیم ببینیم که در چارچوب جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین‌المللی که جمهوری اسلامی متعهد به اجراش هست، اگر کسی بخواد تجمع و یا راهپیمایی داشته باشه به چه شکل است. در قانون اساسی اصل 26 میگه احزاب و جمعیت و انجمن‌های سیاسی و صنفی آزادن. بعد البته میگه که مگر مخل مثلا مبانی اسلام نباشد و یا تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها هم آزاد است، اسلحه نداشته باشن اگر و به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشه. این به شرط ها در واقع مجوزی داده در طول بیش از 4 دهه که جمهوری اسلامی هر وقت خواسته مردم رو از در واقع حقوق بنیادین انسانی خودشون در واقع منع کنه و به علت اینکه کسانی تشکیل حزب، انجمن، نهاد، سازمانی دادن اونها رو در واقع یا عضو اونها بودن اونها رو سرکوب کرده یا اگه در تجمعی شرکت کردن به بهانه‌های سرکوبشون کرده. در بعد بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران متعهد به مشخصاً میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی است. در این میثاق حق مردم برای تشکیل نهاد و انجمن حزب و سازمان و برگزاری آزادانه تجمع و تظاهرات تضمین شده و همچنین آزادی بیان عقیده، مطبوعات و نشر که جمهوری اسلامی به دلیل اینکه به این میثاق تعهدآور، یکی میثاقی است که دولت‌هایی که بهش میپیوندن موظف به اجراش هستن و جمهوری اسلامی باید به این میثاق، مطابق این میثاق، حق ایجاد تشکل نهاد انجمن صرف رو به رسمیت می‌شناسه. در این ارتباط میشه حتی در لایحه‌های حقوقی هم به این استناد کرد، چون در واقع یک الزام حقوقی است برای دولت جمهوری اسلامی ایران. اما بخشی از مهمترین معضلاتی که در واقع معلمان ایران مشخصاً از حدود 2 دهه پیش تا به حال داشتن، بخش عمدهش برمیگرده به مسئله دستمزد بسیار پایینی دارن.
و شیوه های در واقع تعیین دستمزد. یکی از خواسته های معلمان همسانسازی است، یعنی معلمان اگر با وضعیت مشابه سابقه کار و تحصیلات مقایسهش کنید با مثلا یک کارمند قوه قضاییه، می‌بینید که ضریب حقوقی یک کارمند قوه قضاییه مثلا 14 برابر معلمان هست و به این ترتیب معلمان خواهانی هستن که همسانسازی بشه حقوقشون با سایر کارمندان دولتی. دومین خواسته مهمی که معلمان دنبال کردن و میکنن مسئله رتبه بندی است که بین خودشون معلمای مثلا فرض کنید طبق سابقه کاری آدم‌ها دسته‌بندی بشن و به هر چه سابقت و رتبت بالاتر میره حقوق بیشتر بشه. امروزه اینطوره که هم اونایی که در رتبه پایین قرار بگیرن بسیار حقوق پایینی دارن و طبعا هم اونایی که در رتبه‌های میانی و بالایی قرار دادن. بنابراین اصولاً اگر بخوایم مجموع اینو حساب بکنیم، معلمان به واسطه دستمزدی که میگیرن یه چیزی حدود مثلا میانگین 12 تا 13 میلیون در ماه رو در نظر بگیریم، یعنی چیزی حدود $200 در ماه. اگر خط فقر رو طبق آمار رسمی برخی مسئولین 30 میلیون در ماه در نظر بگیریم، معلمان 100%شون زیر خط فقر هستن و کجای خط فقر؟ بسیار پایینتر از خط فقر، یعنی 40% زیر خط فقر. اگر آمار و در واقع محاسبات منابع مستقل رو در نظر بگیرید، این 40% حتی خیلی بیشتر و وضعیت بدتری خواهد داشت، به این معنا که حتی تا 50% و طبق برخی آمار تا 60% زیر خط فقر معلمان قرار میگیرن. معلمان برای مشخصا مسئله همسانسازی و رتبه بندی بارها طی این دهه‌ها اعتراض کردن و تحت سرکوب قرار گرفتن و مجلس‌های دوره‌های مختلف و دولت‌های مختلف بارها با بازی و پاسکاری بین خودشون این طرح‌ها رو یا اساساً مسکوت گذاشتن یا وقتی هم خواستن اجرا بکنن ناقص اجرا کردن. میتونیم بگیم که در اساساً مسئله کار معلمان در این چرخه در واقع تولید اقتصادی سرمایه‌داری جایگاهش کجاست؟ در نظام‌های سرمایه‌داری معلمان تولید نیروی کار و مهارت میکنن، یعنی در واقع دانش آموزانی که آماده‌اند برن به بازار کار و نیروی کار خودشون رو بفروشن و این برای تولید سرمایه‌داری یعنی تضمین بقا و عین واجب مطلق براش میمونه. بنابراین دولت‌های سرمایه‌داری باید برای معلمان و معیشتشون هزینه کنن، چون که نفع محصول کار معلمان یعنی دانش آموزانی که فارغ التحصیل میشن و به بازار کار میرن محصولی است که در نهایت به سود در واقع طبقه سرمایه داره. ولی دولت جمهوری اسلامی میخواد این محصول یعنی نیروی کار به بهای کاملا مفت به دست بیاد، به همین و اصلا مسئله معلمان و دستمزدشون به صورت هزینه نگاه میکنه و بودجه مستقیم براش در نظر نمیگیره و دیده شده که حتی در سالهای اخیر ردیف بودجه لازم برای آموزش پرورش حتی از محل فروش اموال عمومی یعنی ثروت‌های مردم تامین شده. این وضعیت در واقع معیشتی بسیار نامناسب و یه چیزی حدود 50 تا 60% بودن زیر خط فقر برای معلمان یکی از عواملی بوده که در طی این بیش از 2 دهه همواره اعتراض و در واقع اعتصاب و تجمع داشتن، کاملا برحق و البته قانونی. در ارتباط با اون بخش قانونی هم که اشاره کردیم، بد نیست بگم که حتی اگر این ظرفیت‌های قانونی وجود نداشتن داخلی و بین المللی، اصولاً حق اعتصاب، حق متشکل شدن، حق اعتراض برای مطالبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی حق انسانی همه افراد هست. یعنی حتی اگه ظرفیت قانونی براش وجود نداشته باشه، ولی خب ظرفیت‌های قانونیش هم هست و معلمان به این ظرفیت قانونی استناد کردن، مشخصا در بازجویی‌ها، در بازپرسی‌ها، در دادگاه‌ها و یا وکلاشون در لوایح قانونی بهش اشاره کردن که کاملا کار درستی هم است. به دلیل همین مطالباتی که گفتیم، معلمان از حدود 24 سال پیش شروع کردن به ایجاد تشکلات و سازمان‌های در واقع صنفی اجتماعی خودشون تحت نام کانون‌های صنفی. میتونیم بگیم که اولین کانون صنفی در سال 1378 خورشیدی در واقع ایجاد شد و به همین ترتیب در سالهای دیگه و ما امروزه حدود 25 کانون صنفی فعال داریم. ممکنه تعداد دیگه‌ای هم باشن ولی کانون‌های صنفی فعال 25 تا. 2 سال بعد از تشکیل اولین کانون صنفی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران یا در واقع معلمان ایران ایجاد شد در اسفند 1380. این شورا در واقع یک چتر بالاسری، سراسری و نهاد هماهنگ کننده در سطح کشور هست بین همه این در واقع کانون‌هایی که میتونه در شهر یا شهرستان‌ها و یا استان‌های مختلفی باشه. پس این شورا میشه چتر سراسری و هماهنگ کننده بین همه این در واقع کانون‌های صنفی در شهرهای مختلف. از همه 31 استان همشون کانون صنفی توشون نیست، در برخی استان‌ها بیش از یک کانون صنفی وجود داره. از هر کانون در واقع 2 نماینده به این شورای هماهنگی میاد که نمایندگی اون وقت دیگه کل معلمان رو میکنه و اون شورای هماهنگی در واقع
نماینده تمام معلمان ایران هست که اونجا به صورت جمعی و شورایی با هم مشورت میکنن و تصمیم اتخاذ میکنن که اون وقت تمام کانونهای صنفی زیر مجموعه در واقع اون تصمیم رو میپذیرن چون تصمیم جمعی هست. مهمترین مسیر، راه و پلتفرم نشر خبر، نشر گزارش، اعلام بیانیه، تصمیم گیری، تبادل نظر، مقاله و امثالهم و یا حتی اعلام اعتصاب و چیزهای مانند این از طریق در واقع کانال هایی است که در تلگرام معلمان و کانون های صنفی دارند. مثلا یکیشون هست کانال در واقع تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که اینجا یه تصویر ازش می‌بینید و دو تا مطلبش رو اینجا میتونید ملاحظه کنید به عنوان نمونه که در یکی در ارتباط با همکار زندانی خودشون مطلب گذاشتن و در یکی مطلبی از یکی از کانون‌های صنفی زیر مجموعه این شورا در واقع از بوشهر رو مطلبش رو گذاشتن و میتونید اگه به این آدرس برید خب مطالب مختلفی رو در این ارتباط مشاهده خواهید کرد. اما نوع مواجهه در واقع دولت جمهوری اسلامی با سازمانیابی و تشکلیابی و در ارتباط با مشخصاً کانون‌های صنفی معلمان ایران در طی این 2 دهه و در مقابله با مواجهه با اعتراضات بر حق معلمان چی بوده؟ یادمون هست که ظرفیت‌های قانونی اصل 26 میگه انجمن و نهاد آزاد از تشکیلش، اصل 27 میگه تجمع و تظاهرات آزاد. همونطور میثاق‌های بین‌المللی داریم که جمهوری اسلامی موظف در واقع به احترام بهشون و اجراشون هست که طبق اینا خلاصتاً میشه گفت که ایجاد نهاد و انجمن‌های مثل کانون صنفی و تجمع در خیابان، تظاهرات و امثالهم آزاده. اما در جمهوری اسلامی با بهانه‌ای مثل خدشه‌دار شدن اصول اسلامی یا برهم خوردن امنیت ملی و نظایر اون همواره مبارزات بر حق معلمان تحت سرکوب قرار گرفته، در حالی که کانون‌های صنفی جالب این نکته که ضمن اینکه قانونا آزاد این فعالیت‌ها کانون‌های صنفی با ثبت در وزارت کشور هم مجوز اخذ کردن، یعنی میشه گفت به صورت 2 قبضه قانونی هستند، اما فعالیتاشون و کنش‌های میدانیشون با اتهامات واهی مثل تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و اتهامات واهی دیگه روبرو بوده که به درستی توسط معلمان و وکلای آگاهشون در واقع این اتهامات همیشه رد شده. و نکته مهمتر این که این اتهامات و سرکوب‌ها و احکامی که حتی علیه معلمان صادر میشه در بیش از این 2 دهه هرگز نتونست حرکت معلمان رو متوقف کنه، بلکه به نظر میرسه حتی برعکس تعداد معلمان بیشتری وارد عرصه این مبارزه شدن. واقعیت اینه که این فعالیت معلمان کاملا قانونی و برحقه و این کانون‌ها، فعالیت‌ها و این گونه نهادسازی‌ها کاملا جزء حقوق بدیهی معلمان و سایر اقشار اجتماعی است. اینکه حکومت در جای فعالیت اونا رو غیر قانونی میخونه فقط ناظر بر یک حقیقته و اونم اینه که تضاد منافع بین مزدبگیران و اینجا مشخصا معلمان از یک طرف و دولت و حکومت سرمایه‌داری است. منتها همونطور که اشاره شد و این خیلی مسئله مهمیه که معلمان این مبارزه طبقاتی خودشون رو هرگز رها نکردن، بلکه دائم اونو تقویت کردن و حتی میشه گفت دامنه و عمق اون در حال گسترش و تعمیق است. اگه بخوایم خیلی گذرا فقط به چند نمونه از معلمانی که در طی این چند سال، این چند 2 دهه بارها زندانی شدن یا سالهای زیادی از عمرشون رو در زندان گذروندن میتونیم به اسامی مثل محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باقانی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی اشاره کنیم، عزیز قاسمزاده، سارا سیاهپور، جعفر ابراهیمی، رسول بداغی، هاشم خواستار، عرض کنم که اسکندر لطفی، محمد حبیبی، مژگان باقری و این لیست بسیار طولانی هست و اگه بخوایم یه نگاه دیگه بکنیم فقط اسامی رو ببینیم چند صفحه اسامی خواهد بود. معلمای زندانی رو اینجا می‌بینید، اسامی برخیشون معلمانی که به واسطه فعالیت‌هاشون سرکوبی که براشون اعمال شده اینه که جریمه مالی شدن، حقوقشون کاهش داده شده یا کسر رتبه شدن اینجا، یا معلمای با پرونده باز یک صفحه دیگر اگه بخوایم فقط لیست اسامی رو ببینیم، معلمان با پرونده باز، معلمانی که از رتبه بندی محروم شدن، معلمانی که انفصال از خدمت شدن، معلمانی که به طور دائم اخراج شدن و این لیست بلند بالایی است و این اسامی که من اینجا استخراج کردم و شما می‌بینید فقط در این چند ماه در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان در واقع لیست شدن و اسامی بسیار بیشتر از این هست و ما فرصت بیشتری رو نمیذاریم روی این. میتونید در کانال در واقع شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان معلمان ایران در این مورد بیشتر ببینید. خب
یه درجه عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، خواسته و مطالبات اصلی معلمان ایران، یعنی در واقع این کارگران آموزشی در طبقه کارگر در طی بیش از این 2 دهه مبارزه متشکل و سازمان یافته چه بوده؟ همونطور که دیدیم یکی از مطالبات برحق و بنیادین این معلمان مسئله دستمزدشون بوده، اجرای درست همسانسازی و رتبه‌بندی و افزایش حقوقشون، و دیدیم که یه چیزی حدود 50 تا 60% زیر خط فقر زندگی میکنن معلمان. مضافاً اینکه مطالبه دیگه که دارن کنترل و مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان به دست خود معلمان یکی از خواستهای برحقشون بوده. این صندوق در واقع منابع مالیش از حقوق معلمان در واقع استخراج میشه و معلمان حق دارن که روش کنترل داشته باشن، در حالی که الان در دست دولت و دائما با فسادهای متعدد و نجومی در واقع مواجه بوده این صندوق ذخیره فرهنگیان. خب یه نگاهی بکنیم ببینیم بقیه مطالبات چه چیزایی هستن. قبل از اینکه به مطالبات بپردازم اینجا ضروری میدونم بگم که بخش عمده‌ای از این تصاویری که از اینجا به بعد شما مشاهده میکنید در واقع از کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های معلمان ایران برداشتم و کاملا هم تصادفی، ممکنه گاهی تصاویر فرد یا از شهرهای بیشتر به نظر برسه. من همینجوری فقط با هشتگ سرچ کردم و تصاویر رو به عنوان نمونه انتخاب کردم. یکی دیگه از مطالبات اصلی معلمان در واقع به رسمیت شناختن حقشون برای سازمانیابی و تشکلیابی، یعنی مثلا عدم سرکوب کانون‌های صنفی بوده و همینطور حق بدیهیشون در شرکت در تجمع و آزادی نشر و بیان. اینجا معلمی رو می‌بینید که تابلویی در دستش داره که به برخی از این مطالبات اشاره می‌کنه. یکی دیگه از مطالبات عمده معلمان آزادی همکاران زندانیشون و مختوم شدن تمام پرونده‌های قضایی و امنیتی مفتوحه علیه معلمان بوده. اینجا تصویری رو مشاهده می‌کنید که یک معلم در تجمع عکس همکار خودش اسکندر لطفی رو در دست داره که در اون زمان که این تجمع برگزار می‌شد اسکندر لطفی یا سوران لطفی در زندان بوده. یا این معلم خواهان آزادی همکار خودش به اسم حمید رحمتی است. این معلم نامشون جعفر ابراهیمی هست که خودش الان در زندان با وضعیت جسمی بسیار وخیم و حالا دیگر همکارانش از او دفاع میکنند و این زنجیره دفاع از یکدیگه در معلمان هرگز پایان نمیپذیره. اما در ارتباط با مطالبات معلمان اگر بخوایم صحبت کنیم باید یک چیزی رو به رسمیت بشناسیم و با دقت بهش نگاه بکنیم و این تطورات، تغییراتی که در مسیر مبارزاتی معلمان به وجود اومده، مشخصا در خواسته هاشون، مشخصا در مداخلهشون در امور مختلف اجتماعی سیاسی چه تغییراتی کردن. در کنار مبارزه برای کسب مطالباتی که تا الان در موردش صحبت کردیم، مشاهده شده بود که در سالهایی برخی از فعالین معلمان به صورت انفرادی در مسئله انتخابات مثلا مجلس و یا ریاست جمهوری اظهار نظری می‌کردند که با راستا و اهداف فعالیت‌های در واقع کانون‌های صنفی همخوانی نداشت. مشخصا اگر بخوام اشاره بکنم که برخی از این افراد به نفع یک از جرهه‌های درون حاکمیتی، بیشتر اوقات اصلاح طلبان، بیانیه می‌دادند که این امر در واقع مورد انتقاد از بیرون و داخل جنبش معلمان قرار گرفت و به مرور زمان و به درستی رویکرد غالب بر فعالیت معلمان به این سمت رفت که جنبش معلمان نباید به نفع یکی از جناح‌های حاکمیت وارد عمل بشه. نتیجتا معلمان در مسیر مبارزه خودشون به این جنبندی صحیح رسیدن که نباید به نفع یکی از جناح‌های قدرت وارد میدون بشن و به مرور زمان استقلال خودشون رو از دستگاه حاکمیت و جناح‌های اون تقویت و تثبیت کردن. خب البته به مرور زمان باز از دیگر تغییرات اینه که مطالبات و خواسته های دیگری به مطالبات معلمان اضافه شد که در این مورد الان میتونیم بحث کنیم. اگه بخوایم بگیم کدام مطالبات اضافه شده، میتونیم اشاره بکنیم به آموزش رایگان برای دانش آموزان و لغو خصوصی. در واقع اینجا معلمان علاوه بر تأکید بر مطالبات خودشون مثل همسانسازی، رتبه‌بندی، کنترل صندوق ذخیره فرهنگیان، حق تشکلیابی، حق تجمع و آزاد شدن همکاران زندانی خودشون، حالا میان در ارتباط با حقوق بدیهی و بنیادی محصلین، یعنی بخش عمده از جامعه حرف میزنن. دیگه اینجا فقط حقوق خودشون صرفا نیست، در ارتباط با مطالبات خودشون صرفا نیست. اونها در بخش مهمی از مبارزهشون خواستار به رسمیت شناخته شدن و کسب مطالبات دیگر اقشار اجتماع و اینجا مشخصا دانش آموزان هستن. میگن آموزش باید رایگان باشه و این کاملا درسته و خواهان لغو خصوصی سازی ها در امر آموزش شدن، خواهان لغو کالایی سازی در واقع مسئله آموزش شدن. پس به طور خلاصه اینجا دیگه معلمان فقط در ارتباط با مطالبات خودشون مبارزه نمی‌کنن، بلکه برای محصلا هم مبارزه می‌کنن. در
تصویری که می‌بینیم در یکی از تجمعات، باز معلمان خواهان آموزش رایگان شدن و میگن حق فرزندان ایران آموزش رایگانه، و در تصویر دیگه‌ای مثلا صحبت از میگه نه به خصوصی سازی آموزش، و در تصویر دیگه‌ای گفته شده که آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری در تصویر بعدی خواهیم دید. در واقع مطالبه دیگه‌ای که طرح میشه این هستش که معلمان همینطور خواهان یک مسئله خیلی مهم هستن که دانش آموز حق دارد به زبان مادری خودش آموزش ببینه. البته دو گرایش مختلف دیده میشه در واقع زمان که گذشته وقتی نگاه میکنید، گاهی گفته میشه آموزش زبان مادری یعنی در کنار زبان فارسی همینطور توی مدارس زبان مادری دانش آموزان مثلا کردی، عربی، ترکی، ترکمنی، بلوچی، گیلکی و امثال اون زبانهای مختلف در واقع گروه‌های اتنیکی مختلف در کشور ایران آموزش داده بشه. میشه آموزش زبان مادری. اما برخی دیگر و مشخصا در سالهای اخیر این تقویت و پررنگ‌تر شده که میگن که نه، آموزش اصولا باید به زبان مادری باشه، یعنی تمام دروس باید به زبان مادری در واقع تدریس بشن. به نظر میرسه که این دومی آموزش به زبان مادری اصولی‌تر، انسانی‌تر و درست‌تر. تمام علوم اجتماعی، روانشناسی و پداگوژی همه در واقع تاکید می‌کنن که آموزش باید به زبان مادری باشه. نه تنها خوب است برای مسئله آموزش برای کودکان، بلکه اصلا یک ضرورت، یکی از حقوق بنیادی انسانیه. و مضافاً اینکه تمام ظرفیت‌های در واقع حقوقی و استانداردهای حقوقی جهان هم در واقع بر آموزش به زبان مادری تاکید می‌کنن. اینجا ما نوشته از محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی تهران رو داریم که ایشون هم اشاره می‌کنه که آموزش به زبان مادری که یک حق بنیادی انسانی همیشه یکی از مطالبات اصلی تشکل‌های معلمان بوده. اینجا تصویری داریم از رسول بداقی، معلمی که همکنون در زندان، کاغذی در دستش داره که میگه آموزش، بهداشت و درمان رایگان، رفاه معلم، اشتغال کامل، بیمه بیکاری و رفاه حق هر ایرانی است. یعنی در واقع ایشون برای آموزش، بهداشت و درمان رایگان و رفاه برای هر ایرانی هم در واقع مطالبه داره میکنه. به این ترتیبه که میگه معلمان حالا فقط و مدت‌های زیادی است که فقط خواهان مسئله افزایش دستمزد خودشون نیستن، بلکه برای لغو خصوصی سازی، برای به نفع آموزش رایگان، برای آموزش به زبان مادری، برای رفاه و بهداشت رایگان برای در واقع سایر مردم هم در واقع تلاش میکنن و جزو مطالباتشونه. و این یه بخش در واقع بسیار درخشان و آموزنده از مبارزات معلمان ایران است که در ارتباط با مطالبات دیگران هم مبارزه میکنن. معلمان مضافاً در مسیر جنبش‌های اجتماعی، سیاسی، مردمی و در واقع برآمدهای مختلف زمانی و در مبارزات طبقاتی مختلف به عنوان بخشی از مردم و افراد موضوع‌بگیر دوشادوش سایر همطبقه‌های خودشون از این جنبش‌ها و خیزش‌ها حمایت کردن و خودشون هم یا حالا انفرادی یا به صورت متشکل و سازمان یافته از طریق فراخوان‌های جمعی و سراسری در این مبارزات شرکت کردن. مثلا در جریان قیام موسوم به قیام ژینا و جنبش سراسری ژنژیان آزادی یا زن زندگی آزادی، اینجا معلمانی رو می‌بینیم که در واقع شعار محوری این جنبش رو در دست دارن و اعلام حمایت از این جنبش می‌کنن و خودشون به عنوان متحسنین در مدرسه به این در واقع حرکت اعتراضی و سراسری هم پیوستن. حالا از یک زاویه دیگه به مسئله بخوایم نگاه بکنیم، صحبت از مبارزه کردیم، صحبت از تشکلیابی کردیم، صحبت از اعتراض و تحسن کردیم برای مطالبات. حالا میدونیم مطالبات چیا هستن، اما میخوایم ببینیم که چطور معلمان به چه شکل‌هایی، به چه فرم‌هایی این مبارزه‌شون رو انجام میدن. دو فرم عمومی، در واقع دو فرم خیلی برجسته رو میتونیم تفکیک کنیم در بین مبارزات معلمان ایران. یکی در کلاس درس و در مدرسه است و یکی در خیابان. در واقع شکل اول تحسن و اعتصاب اعتراضی در داخل مدرسه و کلاس رو بررسی کنیم که میرن از علت و دلیل اعتصاب و تحسن خودشون اول با دانش آموزا میگن، بعد همکارا بین خودشون با هم صحبت میکنن و به این ترتیب هم پیام و سایر همکاران خودشون میدن و هم از طریق ماحصل‌ها به داخل خانواده‌ها و در واقع به طور کلی به کل جامعه هم انتقال میدن. این همونطور این میتونیم بگیم این قدم یعنی این شکل از مبارزه هشداری هم هست به مقامات که اگه به مطالبات معلمان وقع نهاده نشه، قدم بعدی ها هم در راه خواهد بود و گاهی این تعصب و اعتصاب درون مدرسه به صورت 3 روزه اجرا میشه در کلاس، بعد میرن به مؤسسه‌ها همونطوری که گفتیم، بعد میرن در درون دفتر مدرسه و غیره. همینطوری میتونه این یک به عنوان یک کسب انرژی در واقع و تمرین برای قدم‌های بعدی هم به کار بیاد. اما در مواردی معلمان تصمیم میگیرن بر حسب در واقع توازن قوا، شرایطی که دارن و تصمیمی که به صورت جمعی و سراسری میگیرن، تصمیم میگیرن که اصولا مبارزهشون رو از
به جای در واقع داخل کلاس و مدرسه که اون هم یک مبارزه بسیار مهمی است، تصمیم میگیرن که اونو به در واقع توی خیابون ببرن و مشخصا جلوی ادارات آموزش پرورش تجمع و تحصن، در واقع تجمع و اعتراض و تظاهرات راهپیمایی میکنن و یا راهپیمایی میکنن در شهرستان‌ها جلوی ادارات آموزش پرورش، در مراکز استان در مقابل در واقع ادارات کل آموزش پرورش. در واقع به این شکله که معمولا شورای هماهنگی و سراسری کشوریشون که محصول اعلام اعتصاب عمومی یا تجمع عمومی میکنه در خیابان و این نتیجه تصمیم جمعی تمام این کانون‌های صنفی در سراسر کشور. میدونیم که هر کدوم نماینده‌هایی در این در واقع شورا دارن و اینجا تصمیم میگیرن و وارد خیابون میشن، سخنرانی میکنن جلوی همونطور که گفتیم ادارات آموزش پرورش، شعار، قرائت بیانیه در دست داشتن تصاویر همکاران زندانیشون، کاغذ و بنری که حاوی مطالبات از جمله ابتکارات معلمان در این تجمعات قانونی، همونطور که گفتیم این که در مدرسه و در کلاس درس باشه یا در خیابان، بسته به خیلی عوامل داره که بهش اشاره کردم. خب حالا یه درجه عمیق‌تر نگاه بکنیم، یعنی از نزدیکتر نگاه بکنیم، به صورت تصویری ببینیم این مبارزات به شکل یا در کلاس درس یا در خیابان به چه نحوی انجام گرفته. برخی از تصاویر رو انتخاب کردیم که هر کدوم به نوعی میتونه نمایندگی از این شکل‌های مختلف بکنه و ابعاد مختلفشون نشون بده. با هم نگاه میکنیم و بررسی میکنیم. اینجا تحصن در واقع درون مدرسه است، توی کلاس درس، معلمی که برخی از مطالبات رو از جمله آزادی همکاران خودش، اشاره به اینکه ایجاد تشکل، کانون‌های صنفی، هر گونه نهاد و تجمع و تظاهرات حق مسلم همه افراد هست و می‌بینید که دانش آموزان هم در این کلاس درس اعلام حمایت میکنن از این مطالبات در واقع معلمشون و به نوعی میشه گفت به این تحصن و اعتصاب درون مدرسه پیوستن. بازم شکل دیگه از تحصن و اعتصاب در درون در واقع مدرسه که حتی اگه شده فقط یک معلم دست به تحصن میزنه، شاید میشه گفت که بقیه همکارای ایشون هنوز قانع نشدن که بپیوندن به این تحصن درون مدرسه، یا ممکنه شک و ارعاب به صورت موقت متوقفشون کرده باشه. یا اینجا باز تصویر دیگه داریم از یک خانم معلمی که خودش به تنهایی دست به تحصن درون مدرسه زده، گاهی به این شکل از در واقع تجمع یا تحصن یک نفره، میگن لشکر یک نفره، آدمایی که با شجاعت حتی اگه یک نفر هستن تحصن رو آغاز میکنن. اینجا به صورت جمعی میبینیم که معلمان در دفتر مدرسه تجمع کردن. اینجا دیگه حالا قدرت نمایی جمعی و اتحاد معلمان بسیار ملموسه. شکل دیگه از همین اتحاد جمعی معلمان تحصنشون در درون مدرسه، در دفتر مدرسه است و عکسی که وقتی ثبت میشه و در سراسر کشور سایر همکارا میبینن باعث دلگرمی و اتحاد میشه. تحصن و اعتصاب در داخل مدرسه رو میبینیم که حتی اگه شده در ساعت زنگ تفریح و در آبدارخونه انجام میشه. این معلما به هر دلیلی نتونستن یا ملاحظاتی داشتن که ساعت درسی رو به تحصن اختصاص بدن و یا در دفتر مدرسه تحصن نکردن، نتیجتاً در آبدارخونه مدرسه با سایر همکاران خودشون اعلام همبستگی میکنن و به این شکل به تحصن پیوستن. خلاقیت در امر مبارزه و شکل‌ها و روش‌های مختلف رو همیشه پیش پا میذاره که اینا در واقع به نوعی خلاقیت به خرج دادن. اما از مدرسه اگه قرار باشه و تصمیم گرفته باشن در مدرسه در واقع تجمع نکرده باشن، یا بعضی مواقع ممکنه در مدرسه تجمع کردن و بعد به خیابون رفتن، یا نه بعضی مواقع اصلا اساسا تصمیم میگیرن که کلا تجمعشون رو در خیابان شروع بکنن. پس شکل دوم وقتی که وقت رفتن به خیابون، یعنی جایی که خود معلم و سایر اقشار موضوع‌بگیر در درون طبقه کارگر صاحب اونن، تجمع به خیابون میره. با هم نگاه بکنیم اشکال مختلفی از این تجمع در خیابان رو توسط معلمان. بازم یک نفره، اگه شده یک نفر، خانم معلمی که این دفعه در خیابان جلوی اداره آموزش پرورش و در کلاس درس در خیابان به در واقع اعتصاب و اعتراض پیوسته. اینجا به صورت جمعی اومدن معلمانی در جای دیگری که به تجمع و اعتصاب خیابون پیوستن و مطالبات خودشون رو در کاغذ نوشته در دست دارن. اینجا در استان کردستان هست معلمانی که در تجمع در واقع جمعی در خیابان شرکت کردن و نکته‌ای که باید بهش تاکید کرد نقش پررنگ در واقع خانم‌هایی هست که در کانون‌های صنفی هستن و در تجمعات معلمان زنها بسیار نقش پررنگی دارن و اینجا شاید بشه گفت یکی از اون لحظات تاریخیه که در استان کردستان
خانم شیوا عاملی راد احتمالاً در این تصویر که در اسفند 93 اتفاق افتاده این تجمع در این تصویر می‌بینیم، احتمالاً ایشون اولین خانمی هست که در واقع بیانیه پایانی یک تجمع معلمان رو قرائت میکنه و فکر میکنم تا جایی که من تحقیق کردم ایشون جزو اولین خانم‌هایی هستن که به عضویت در هیئت مدیره کانون‌های صنفی معلمان در واقع وارد شدن و میشه گفت که در 5 سال اخیر حضور خانم‌ها 5 سال 7 سال اخیر حضور خانم معلم‌ها در تجمعات و در کانون‌های صنفی بسیار نقش پررنگ و مؤثری بوده. تصویر دیگه داریم از تجمع معلم‌هایی در شهر فسا در استان فارس، یا تصویر دیگه باز به صورت جمعی معلمان تجمع کردن و به نظر میرسه این معلم از روی موبایلش متن بیانیه یا به هر حال سخنرانی خودش یا شعارهایی رو قرائت میکنه. بازم تجمع دیگه که معلمان شعار نوشته هایی رو در دست دارن، تجمع در خیابان به صورت جمعی. اینجا باز یک خانم معلمی رو داریم که کاغذی در دستش داره که نوشته شده معلم زندانی آزاد باید کرد. این تصویر سمبولیکی نیست و تصویر زنان معلم در تجمع تصویر استثنایی نیست، اتفاقا تصویر کاملا غالب هست. همونطور که اشاره کردم حضور زنان معلم در مبارزات عمومی در ایران همونطور که همه مشاهده کردیم در 96 98 401 و به صورت مشخص اینجا اشاره ما به مسئله معلم هست. خانم معلم ها بسیار نقش پررنگی در مبارزات در واقع این 2 دهه اخیر و مشخصا از 5 سال پیش به تاکنون دارن. خب تصویر بعدی تصویر جالبیه. یک دانش آموز به اعتراض معلمان در خیابان پیوسته، اعلام همبستگی میکنه. نکته جالب اینه که این دانش آموز از معلمش حمایت میکنه، میگه معلم عزیزم همراه تو هستم و معلم از حق و حقوق دانش آموز داره دفاع میکنه، میگه خواسته آموزش رایگان برای همه فرزندان ایرانه. این یکی از بهترین در واقع جلوه های اتحاد بین افراد جامعه، افراد طبقه پایین جامعه است. محصل از حق معلم دفاع میکنه و معلم از حق محصل. میشه گفت که این همونطور که گفتم یه همبستگی اجتماعی بین آحاد جامعه است، کسایی که منافع مشترک دارن و حتما باید متحد باشن. اینجا میشه گفت این تجمع تبدیل شده به کلاس درسی در کف خیابون و درسی برای همه جامعه، درسی که مشترکاً توسط معلم و دانش آموز و همزمان مشق میشه. این دفعه دیگه از بالا به پایین کسی آموزش نمیده، معلم و دانش آموز دوش و دوش هم سطح هم در کنار هم درس میدن و درس میگیرن و این بسیار مسئله درخشانی است که در مبارزات معلمان مشاهده میشه کرد. یا این خانم معلمی که تصویر همکار زندانی خودش رو در دست داره و خواهان آزادی اوست. یک جنبه دیگه از این در واقع تجمعات و مبارزات معلمان رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، این تصویر رو دقت بکنید که در این تجمع معلمی کاغذی در دست داره که روش نوشته شده شعبان محمدی تنها نیست و از شعبان محمدی که همکارش هست و زندانی است دفاع میکنه و خواهان آزادی اوست. تصویر بعدی رو با هم ببینیم در ادامه. این شعبان محمدی که در تصویر قبلی خواهان آزادیش بودن، ایشون وقتی آزاد میشه بلافاصله به تجمع میپیونده و حالا او خواهان آزادی سایر همکاران دربند خودش هست، مسعود نیکخواه و سوران لطفی. این بسیار درخشانه. یعنی ایشون تا چند روز قبل خودش زندان بوده، بقیه ازش دفاع میکردن، به محض اینکه آزاد میشه در تجمع شرکت میکنه و خواهان آزادی سایر همکاراش هست. این زنجیره دفاع معلمان از هم زنجیره ناگسستنی است و یکی از نقاط برجسته در واقع مبارزات معلمان هست و آموختنی به نظر من. معلمان در تجمعات در بسیاری مواقع مورد سرکوب در واقع فیزیکی و مستقیم و تحت خشونت قرار میگیرن. اینجا معلم میبینیم که در واقع سرش زخمی شده، معلم میبینیم که بدنش کبود شده در اثر ضرب و شتم نیروهای امنیتی و معلمانی رو هم داریم که ما تصویری ازشون نداریم. این تصویر من انتخابش کردم که بگم در لحظاتی که معلمان دستگیر میشن، بازداشت میشن، به بازداشتگاه ها میرن، بازداشتگاه موقت میرن یا تحت بازجویی قرار میگیرن، در اون لحظاتی که ما تصویری ازشون نداریم خیلی دقیق، معلمانی که تحت شکنجه و خشونت‌های مستقیم جسمی و فیزیکی قرار میگیرن، معلمانی که تحت شکنجه سفید و فشارهای روانی سنگین قرار میگیرن،
تعدادشون بسیار زیاده. مشخصا در این دوره زمانی که من دارم بررسی میکنم، در حدود 24 سالی که داریم بررسی میکنیم، بیش از 2 دهه، تعداد بسیاری از معلمان این شرایط رو تجربه کردن و ما به همه اونا ادای احترام میکنیم. چون تصویری ازشون نداریم، میگیم همه اونایی که یه روزی دستگیر شدن، بازداشت شدن، متوجه هستن که این شرایط چگونه شرایطی است و این یکی دیگه از اشکال سرکوبی است که در واقع معلمان همواره وارد شده. یا حتی معلمایی که اعدام شدن. اینجا تصویر فرزاد کمانگر رو داریم، معلم برابری و آزادی که دستگیر، شکنجه، محکوم و نهایتا اعدام شد در اردیبهشت 1389. اما با تمام این سرکوب ها که یه لیستی ازشون گفتیم، اسامی معلمایی که سرکوب شدن به اشکال مختلف دیدیم، ضرب و شتم رو دیدیم، گفتیم شکنجه شدن، دیدیم که سالها زندان رفتن بسیاریشون. ولی نکته مهم به نظر من اینه که معلمان هرگز تسلیم نشدن. نه تنها تسلیم نشدن، وقتی به آمار و ارقام و تصاویر نگاه میکنی، وقتی به این حرکت اجتماعی نگاه میکنی، متوجه میشی کاملا واضحه که معلمان برعکس در طول این سالها کماکان ضمن اینکه به مبارزهشون ادامه دادن، حتی تعداد بیشتری معلم به این مبارزه پیوسته. اینجا تصویر دانش آموزی رو میبینی که برای آزادی پدر معلمش به تجمع اعتراضی معلمان پیوسته. تصویر عمومی دیگری رو میبینیم از یک تجمع و اعتصاب معلمان در خیابان. و اینجا تصویر دیگه میبینیم که یک خانم معلم در تجمع معلمان در استان کوهگیلویه و بویر احمد سخنرانی میکنه. این معلم شجاع و هوشیار صحبت خیلی جالبی میکنه. میگه که این معلمان نیستن که باید مورد بازپرسی و محاکمه قرار بگیرن، بلکه مقامات بیکفایت باید محاکمه بشن. با هم این تصویر رو، در واقع این فیلم سخنرانی ایشون رو چند لحظه‌ش رو با هم ببینیم. اگر قرار است برخوردی اتفاق بیفتد، باید با عاملین خشمگین کردن معلمان باشد. آیا مصداق تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی نیست؟ آیا این مصداق بارز ریختن آب در آسیاب دشمن نیست؟ ما معلمین ایران، خاصه معلمین استان کوهگیلویه بویر احمد، در اینجا خواستار برخورد با عاملین این نارضایتی و استمرار آن هستیم. خب به تصویر دیگه، فیلم دیگه میریم از تجمع اعتراضی معلمان که با هم فریاد میزنن معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن. حق تو فریاد بزن. حق تو فریاد بزن. حق تو فریاد بزن. به تصویر دیگه میریم از یک تجمع اعتراضی که معلمان فریاد میزنن که معلم زندانی آزاد باید گردد. این تصویر از شهر سرندج هست. با هم ببینیم چند ثانیه از این تصویر رو. آزاد باید گردد. معلم زندانی 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 آزاد باید گردد. خب آخرین فیلمی که با هم نگاه میکنیم در طی این بحثی که انجام دادم، تجمع در خیابان، تظاهرات و راهپیمایی همزمان توسط معلمان هست در استان البرز که معلمان در حالی که راه میرن و شعار میدن فریاد میزنن رئیسی بی سواد، این آخرین پیام است، نهضت فرهنگیان آماده قیام است. قیام است، رئیسی بی سواد، این آخرین پیام است، نهضت فرهنگیان آماده قیام است. خب میخوام بحث رو خاتمه بدم. یک نکته ای رو فقط باید ذکر بکنم و اونم اینه که اینجا من به مثابه یک ناظر سوم به مسئله نگاه کردم. نظر شخصی و سیاسی من در ارتباط با حکومت پیشین، حکومت فعلی، نظر و ملاحظات شخصی من در ارتباط با حرکت معلمان و کانونهای صنفی، اگر نقدی ملاحظه‌ای دارم اینجا تو این بحث جاش نبود و من تلاش کردم به عنوان از یک نگاه پژوهش اجتماعی به مسئله مبارزه معلمان در بیش از این 2 دهه نگاه بکنم و یک تحلیل اجتماعی از این تاریخچه ارائه بدم و تغییرات، مطالبات، خواسته‌ها و شکل‌های مبارزه‌شون، و میخوام بحث رو به این شکل در واقع خاتمه بدم که بگم که
تأثیر این مبارزات بر خود معلمان و بر سایر اقشار اجتماعی چی بوده. اینو میخوام به عنوان حسن ختام بحث در واقع ارائه بکنم. و میدونیم که همونطور که اشاره شد بیش از 2 دهه از دور اخیر مبارزات سازمان یافته و متشکل معلمان ایران میگذره. معلمان در این مسیر شکل‌های مختلفی رو مبارزات تجربه کردن و مبارزاتشون رو تحکیم کردن. معلمان از مبارزات خود درس‌های زیادی آموختن و دائما در امر مبارزه به درجات بالاتری از استقلال از ساختار حاکمیت سرمایه‌داری دست پیدا کردن. به این مسئله اشاره کردیم. معلمان علاوه بر مطالبات خود از حقوق دانش آموزان و مردم تحت تبعیض هم دفاع کردند. در طی بیش از 2 دهه مبارزه معلمان بارها و بارها تجمعات اعتراضی در خیابان برگزار کردند و بسیارشون تحت سرکوب و زندان قرار گرفتن و یا اخراج، انفصال و امثال هم. یکی از درس‌هایی که معلمان و کارگران به جامعه دادن لزوم سازمانیابی و متشکل شدن برای کسب خواسته‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی است. به نظر من این یکی از درس‌های اساسی که معلمان علاوه بر درسایی که توی کلاس درس میدن، یکی از مهمترین درسایی که دادن که اگه حق تو می‌خوای باید متشکل بشی. مضافاً و مهمتر این که معلمان ایران در این 2 دهه به علت تجمعشون در خیابان دوش سایر کارگران در بخش‌های دیگه‌ای مثل صنعت و یا مثلا و همینطور در کنار بازنشستگان و مفهوم و ظرفیت مبارزاتی خیابان رو به دیگر اقشار جامعه آموزش دادن. نمیخوام بگم این معلمان بودن که فقط این کارو کردن، ولی معلمان، کارگران و بازنشستگان در واقع نقش عمده و اساسی در آموزش ظرفیت خیابان داشتند. اعتراضات خیابونی که مثلا در جنبش زن زندگی آزادی یا جنبش که با شعار ژن آزادی شروع شد شاهد بودیم، در شکل اعتراضات و محل اعتراضاتشون یعنی خیابان به درجات بسیار زیاد از مبارزات معلمان و کارگران متأثر بوده. معلمان، کارگران، بازنشستگان از مؤثرترین آموزش دهندگان خیابان به نسل جدید بودند. نسل جدید از مبارزات پیشین آموخته و همینطور خودش با دانش و شجاعت و مطالعات خودش وارد مبارزه شده و این مبارزه رو ادامه خواهد داد. امروزه وقتی معلمی دستگیر و زندانی میشه، دانش آموزان آن معلم رو قهرمان میدونن و براش احترام قائلن. این نسل رو نمیتوان ترسان و متوقف کرد. به لطف گوشی‌های هوشمند و رسانه‌های اجتماعی ما حالا در همگی در حال یاد گرفتن از همدیگریم. این فیلم رو از کانال شورای هماهنگیان من برداشتم که با هم نگاه بکنیم. در طول معلمی است که از زندان آزاد شده و مورد استقبال و احترام و تمجید دانش آموزان دختر قرار میگیره. زندان و سرکوب نه تنها معلمان رو متوقف نکرده، بلکه ما شاهد افزایش تعداد معلمان فعال هستیم. سرکوب توسط حکومت جمهوری اسلامی نه تنها معلمان رو مرعوب نکرده و متوقف نکرده، بلکه حتی برعکس دانش آموزان رو هم داره در واقع به نوعی با امر مبارزه آشنا میکنه. خب این فیلم رو با هم ببینیم به عنوان در واقع آخرین بحثی که در موضوعی که در این مبحث من میخوام به شما ارائه بدم. دکتر محمودی هستن اسم این معلم که از زندان آزاد شده و وقتی به کلاس درس باز میگرده مورد استقبال دانش آموزان دختر در دبیرستان جرجانی شهر علیبودرز قرار میگیره. با این توضیح که موزیکی که در این ویدیو هست و نوع ویرایش و ادیتی که فیلم شده همون چیزی است که در واقع وجود داشته و من اونو عیناً اینجا استفاده میکنم. از کانال شورای هماهنگی تشکل‌های معلمان ایران این ویدیو رو در واقع برداشتم. با هم نگاه کنید و دقت کنید که معلم واقعاً غافلگیر میشه و حتی وقتی وارد کلاس میشه یه چند قدم عقب میره و بعد تازه متوجه میشه توی چه فضایی قرار گرفته. این فیلم رو میتونید بعداً خودتون دوباره برگردید یه دور دیگه نگاه کنید، با ارزش خواهد بود. بله میتونید باز همونطور که گفتم برگردید یه دور دیگه نگاه کنید و همینطور میتونم بگم که اگر مقداری تند صحبت کردم، از اونجایی که این فیلم در اختیار شماست میتونید هر جایی رو که فکر کردید لازمه برگردید متن‌ها رو دوباره با دقت بخونید یا بحث رو دوباره یا تصاویر رو دوباره بخواید بازبینی بکنید برای بار دوم یا بیشتر. بنابراین از این جهت فکر نمی‌کنم مشکلی خواهد بود. مجبور بودم به خاطر اینکه زمان کمتری در حدود یه چیزی حدود 50 دقیقه باشه مقداری تند صحبت کنم و همونطور که گفته شد بخشی از متن‌ها رو دیگه نخوندم و از روش گذشتم، ولی خودتون میتونید اونا رو مشاهده کنید. بحث من اینجا به پایان میرسه، ولی مبارزه معلمان به پایان نرسیده بلکه ادامه داره و با قدرت بیشتر ادامه خواهد داشت. از شما درخواست میکنم که اگر این مبحث رو مفید دونستید با دوستان و همکارای خودتون اشتراک بکنید که دست به دست بشه.
بتونن اظهار نظر بکنن، در واقع دیده بشه این دست مطالب، این به مثابه در واقع یک دور تبادل نظر و درس آموزی اجتماعی ما برای همدیگه است. به همین دلیل خواهش میکنم که لینک این فیلم رو یا خود این فیلم رو اگر میتونید با دیگران حتما اشتراک بکنید. امیدوارم که فرصت این پیش بیاد ضمناً که بشه به مطالب دیگه پرداخت، به درجات عمیق‌تر به جنبش معلمان نگاه کرد یا از زوایای دیگه بهش نگاه کرد. همینطور به سایر اقشار در واقع درون طبقه کارگر. معلمان کارگران آموزشی در دل طبقه کارگر هستن، همونطور که مثلا پرستاران کارگران حوزه بهداشت در دل طبقه کارگر هستن. کارگران میتوانند مثلا در حوزه صنعت باشن، در حوزه معدن باشن، کارگر حمل و نقل باشن، کارگر خدمات باشن، کارگر آموزشی باشن و غیره و غیره. ما میتونیم در واقع به نظر من بسیار لازمه که به این تبادل تجربه رو انجام بدیم، یعنی از بخش‌های مختلف طبقه کارگر مبارزاتشون رو در واقع مورد بررسی قرار بدیم و بین همدیگه اشتراک بکنیم و اینا برای همه برای ما درس آموزی خواهد داشت. امیدوارم که فرصت بشه که از تجارب در واقع سایر اقشار در دل طبقه کارگر در ایران و جهان بتونیم بحثایی رو در واقع تهیه بکنیم و به اشتراک بذاریم. همونطور که گفتم اگر این سلسله مباحث میتونه مورد این طرح بحثی که من کردم برای مباحث حتی آینده مورد علاقه شماست، به همین دلیل خواهش میکنم که این بحثی که ارائه دادم رو حتما با دیگران اشتراک کنید. باعث دلگرمی متوجه میشم که مورد استقبال قرار گرفته و برای شما مفید بوده و بنابراین آدم میتونه سراغ بخش‌های دیگری از این بحث و یا این سلسله بحثا بره. از اینکه به این بحث گوش کردید از شما متشکرم.